گودرزسازی کیست؟ اجرای آهنگ جدید گودرزسازی با غزال نایت. گودرزسازی کجاست و چرا دیگر آواز نخواند؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوع خواهیم پرداخت. پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیاین. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. غزال نایت هنرمند خوش صدا، خوش سیما و ناماشنا در میان هنرمندان افغانستان است. غزال نایت یگانه شاگرد استاد نظیر خارا است که در اوایل با نظیر خارا آهنگ‌های دوگانه‌ای می‌سرود. بعد از آن که به کشور کانادا رفت، با اجرای آهنگ با قیس الفت در میان مردم چهره خود را به نمایش گذاشت و از شهرت خاصی برخوردار شد. غزال نایت با تمام خانواده خود در کشور کانادا زندگی می کند. غزال نه تنها فرد هنرمند خانواده‌اش است، بلکه دو خواهر دیگرش هم راه هنر موسیقی را در پیش گرفتند. غزال نایت همواره خواسته با هنرمندان افغانی آهنگ‌های دوگانه اجرا کند. قرار است غزال نایت با گودرزسازی هنرمند پشتوخوان کشورمان آهنگ دوگانه پشتو ثبت کند. گودرزسازی هنرمند بی‌بدیل و بی‌جوره افغانستان است که اکنون خارج از افغانستان زندگی می کند. گودرزسازی بیشتر آهنگ‌هایش در وصف میهن و کشورش می باشد. گودرزسازی بعد از سرودن آهنگ عشق من زیباست در میان مردم افغانستان از شهرت خاصی برخوردار شد. قرار است این آهنگ دوگانه غزال نایت با گودرزسازی ماه جنوری سال نو میلادی در بازار هنر موسیقی افغانستان نشر شود. گودرزسازی به دلیل مشکلات خانوادگی برای مدت از هنر خوانندگی دوری کرده بود، ولی با سرودن این آهنگ آرزو دارد دوباره در میان مردم شهرت قبلی خود را به دست آورد. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای گودرزسازی و غزال نایت داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.